از آقا الیاس خبر دارین؟ ها گپ زدم امروی مجله خواهر گپ زدم از عملیات برآمده. خدا کنه هر چیز زودتر خوب شد. انشالله ما مسئولیت خود انجام ندیم دیگه، به خدا مسپاریم. ها ینگا تمامش به خاطر تو بود. نه جان ینگا اونا بسیار مشکلات دیدن، بسیار زیاد. باید امرشان کمک کنین. همسایه بسیار خوب هستن. دخترا عنیفه زینب قبرای موبایل غیر مصروف است. این موبایل زیاد برشان مهم شده. حالا شما کم متوجه افسون باشین. بره اما جان ما با افسون چی کار داشته باشیم؟ چرا که او همسایه‌های خوبم هستن. درست است خاله جان، درست است، تشویش نکنید، ما متوجهش میباشیم. به هر چیز کار داریم. خسته نباشین خاله جان. زنده باشین. ما افسون دیمیرجی را میپالیم، شما دا اینجا ندیدینش؟ چرا افسونم میپالین؟ ما پلیس هستیم. هر کسی که او را دید با شما را تماس بگیره. افسون چی کده؟ چی شده؟ چرا او را میپالین؟ خاله جان تو در قصه گپانه باش. وقتی که دیدیش به ما خبر بده کافی است. یک دقیقه من نفهمیدم. آلی دختر فرار کده یا کدام کار دیگه کده ها؟ حتما کدام کار خراب کده، حتما. او شیر حلال نخورده. یعنی چی که نیست؟ او کجا رفته میتونه؟ اگه بگوییم که فرار کرده او خود نمیفهمید که ازش شکایت کنیم. بهار آرام باش. اسماعیل او را میپاره، هنوز به هیچ کسی چیزی نگفتن. افسونه پیدا میکنن، تشویش نکن. آی خدا جان، اینجا را خود من هیچ نشناختم. اینجا را چقدر مقبول ساختین مظفر. والله مجله خواهرم سایه هر چیزی که داشتن آوردم. میتونی تا یک چند وقت گذرون کنی؟ تو چی میگی جانم؟ دستایتان درد نکنه، اینجا بسیار مقبول شده. بازم بسیار تشکر. الیاس جان ببین، به خاطری که این خانه را گرفته بودیم سر ما قار شده بودی، اما ببین که چقدر همسایه‌ای خوب پیدا کردیم. سلطانه افسون زنگ زد؟ بله زنگ زد. تو متوجه کار خود باش. آقا سالی شما شاید خسته شده باشین، من براتون یک چای دم کنم. والله بسیار خوب خواهد شد. نه خیر زیاد خوب نخواهد شد، حتی بسیار بد خواهد شد. یعنی تو بد خواهد شد که ما زیاد از چای خوشم نمیاد، زیاد چای نمی‌نوشم. ما به دکان میرم، کم کار دارم. پس وقت خوش براتون میخوای.